سلام مدیریت رفقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با پارت 2 گیم پلی بازی ماینکرافت. امیدواریم که از پارت قبلی خوشتون اومده باشه. توی این پارت قراره که بریم دنبال غذا و درست کردن مزرعه. یه فارم کوچیکی واسه خودمون درست کنیم قبل از اینکه کار دیگه رو انجام بدیم تا لحاظ غذا و اینا داستان نداشته باشیم. خیلی خوب، مثل اینکه مهمون داریم. بله، آقای واندرین تریدر. چی میدی حالا؟ نه چیز خاصی نیست. خب چیستمون چیه داریم؟ کابلستون چیزا. خب اوکیه، من اینا رو بر میدارم. من بریم یه ذره چوب بزنم و بیام. خب چوبای این اطراف رو زدم، یه ذره درخت مرخت اینجا زیاد بود. همین که فضای جلوی خونم خالی شه، همین که چوب می‌خواستیم دیگه 51 شد. فکر کنم بس بشه. اگه بسن شد دیگه وسط پروژه شروع میکنم به کندن چوب. این هم بهتون نشون بدم، خیلی باحاله. این چه اتفاقی میفته؟ کاری نداریم. خب آره این شکلیه. این دوتا لامه‌هاش خیلی نه این لامه‌های خیلی خوشگلی هستن. بله خیلی دوست داشتنیه. و اینکه این واندرین تریدر یا همین فارسیش نمیدونم به فارسی نمیدونم خوب ترجمهش کنم. اینه که شما یه جایی باشید معمولا به صورت رندوم اسپام میشه و به شما آفر میده، پیشنهاد خرید میده که هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره جز این بنویسیدش، چون طرف دیگه واقعا باید بزنه بگو بره تا بایوم جانگل. منم بایومی که دوشیم بایوم تایگر. اگه نمیدونید فارم کجا بزنیم، فارم باید نزدیک آب بزنیم که این بلاکای دور و برش خیس شه تا بتونیم گیاه بکاریم. خب اون ور لاواه، ببینم دور و بر این سمتا آبی پیدا نمیشه. یه دونه اون ور هست ولی خیلی دوره. اب نداره، همینجوری میزنیم. داریم فارمشو بزنیم. راستی وقتی درخت‌ها رو زدید از این سپلین با دستتون اومد حتما اینا رو بکارید. حالا هرجا که خواستید بکارید، حتما نیازی نیست همونجایی که قبلا بوده بکارید. چیکار میکنید؟ اینو توی قسمت قبلی فکر کنم پیداش کردیم. آره حافظه درخشان رو یکی پیداش کردیم. اینا رو حرفا بزنیم. آی افیس لایک داره شب میشه. شب شده پر ستاره شب زنده یه ست غریبی دارن اینجوری شده. خب برای فارم یه دونه از این بوا میسازیم کسون بو و یه دونه هم تراکتور میسازیم. تراکتور چرا؟ حالا بهتون میگم، شاید هم نسازیم، نمیدونم. خب ببین از ازای هر یه دونه بلاش که آب کنارشه شما 4 تا بلاش این ورترش میتونید دوهو اینجوری روشون کریژاس کنید تا 4 تا این ور خیس میشه، ولی این پنجمی خیس نمیشه مگر اینکه دور و بر آب باشه که این ور هست. ولی ما فعلا همینجوری که هستش این ور چیز میکنیم. به 5 تا شده بدیم. فرم عربیت موقت فعلا همینجوری زدیم. بریم خونه بخوابیم. این تا صبح شه زمینش تیز میشه، اوکی میشه واسه کاشت محصول. بعد این که برای فارم که میخوایم بزنیم این چیزا رو بزنید حتما. خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینا رو بزنیم به اون چیز بزنیم. بذار حالا که میخوایم نمیدونم. ویت سید، دونه گندم. اینا رو بکاریم توی اون زمین ها بهمون گندم میده و گندم خوبه. گندم خیلی خوبه. با گندم میشه چیکار کرد؟ میشه حیوان آورد. با حیوان میشه چیکار کرد؟ میشه هم ایکس پی گرفت، هم میشه باهاش از محصولاتی که دارن استفاده کنن، مثل چرمشون، مثل گوشتشون.
گوشتشون بیشتر. بله خب فرم یکم زیادی داداش تو هنوز داری شنا میکنی؟ بهشون فرم یکم زیادی گذاشت فکر کنم، نمیدونم دادم زیادی نزدیک لاوه. این برای خوش کنم این برای به خاطر این خوش نکردم که فرم اون زیادی بزرگ یا نه، اصلا با بزرگیدنش مشکلی نداشتم. چون میخوام این دوره برش رو فنس بکشیم، اگه این فنس نزدیک لاوا باشه لاوا میگیره به فنس میسوزه و همه چون به باد میره. بس آره به خاطر همین زدم بکنمش بجاش این برای یکم بیشتر یا اول فصل بسوز 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 بسوز. ایول استخون یس یس. ببین استخون بذاری اینجا بهت اومیل میده. اومیل به چه دردی میخوره الان بهتون میگم. بذار من درخت این ور رو بزنم. خیلی خب تا این درخت کامل به فنا بره اینو بهتون توضیح بدم. این استخون به چه این اومیل به چه دردی میخوره. ببین وقتی گیاهو میکاری این الان اچیومنت هم بهمون داد، دونه بکاری به اچیومنت میده بحثت بودم. اینو وقتی میکاری توی استیج اول لول اولش دونه اینجوریه و هنوز نرسیده، ولی وقتی بومیل بزنی رشد کنی که طبیعتا این رشد همراه با صبر و بردباری هستش اینجوری میشه، تبدیل به یه همچین چیزی میشه که اینو بکنی بهت گندم میده. بله هم گندم میده هم دونه گندم. یپ خب بریم دورشو فنس بکشیم. خب شاید الان پیش خودتون بگید که ما الان دور فرم فنس کشیدیم چجوری میخوایم بریم داخلش؟ نمیشه که بپر کنیم، نه بلاک بذاریم. خب چرا فنس کشیدیم؟ آفرین فنس گیت اینو میکنی، اینو میذاری جاش، درشو باز بسته میکنی، هر سری میخوای بری باز میکنی، میخوای برگردی میبندی. به همین آسونی اصلا هم کاری نداره. شاید پیش خودتون بگید خب همین مثل تو این همه دهن خودتو سرویس کردی و فنس کشیدی، خب موبا از این برمیان داخل چه کاریه؟ خب من باید بگم موب اسکول نیست خودشو از این آب بندازه بیاره اینجا، من اینکه واقعا اسکول باشه. خب شاید هم هستن نمیدونم، قطعا هستن اگه مثلا چرا موب شده. حالا من کاری به این چیزا ندارم، چرا شایعه پراکنی میکنم. ما اومدیم اینجا فارمینگ میکنیم، یه ویدیو آموزشی بذاریم شما ببینید لذت ببرید، گرافیکو نگاه کن اصلا تو چیکار به این فرم داری، گرافیکو ببین. حالا که فرممون اوکی شد، برای اینکه توی شبم رشد کنن نور میذاریم دورش که هم ماب اسپان نشه، زامبی و اسکلتون که الان دیدیم ترکونیمش، البته نور خوشی ترکونیمش ولی خب آره نور میذاریم هم بهش روشنایی برسه گیاهامون رشد کنه توی شب، هم ماب اسپان نشه، همین که خوشگل شه. به همین راحتی بریم سمت بیس ببینیم باید چیکار کنیم. مهمون ناخونده‌مونم که اینجاست. کجا بود بیسم؟ داشتی یادت بیسم کجا بود؟ چی؟ گفتی تو بیس نداری؟ البته راستم میگی. خب بیس نیست، یه پناهگاه موقته. حالا کاری به این چیزا ندارم. اینها این مرغا رو هر وقت دیدید بدون بیستون اینجاست، فرقی نداره دنیای من و شما. هر وقت مرغ دیدید بدون بیستون اینجاست. یعنی چی که زیر کار رفتی واسه من بیس زدی؟ به من ربطی نداره، هر جا مرغ باشه بیس همونجاست. خب فهمیدم باید چیکار کنیم. آقا فرمو که زدیم باید بریم دونه بکنیم. بله بگری چی؟ بایم یه انیشتین فارسی. من جوونیام دانشمند بودم، اومدم با که رفته بگیر شده. آره جوجو بیا به جوجو جنگی شد. خیلی خوب تا الان 6 دونه جمع کردم، یه دونه سیب از این درخت چیز شد، دراب شد.
این درختای بلوط یا همین بوک این قهوه‌ای ها رو اگه بزنید برگشون یه احتمالی داره که برگشون بهتون از این سیبا بهتون درخت بده. بعد با این سیبا میتونید شما اصلا افت فریم نداریم، با این سیبا شما میتونید یه سری وسیله درست کنید، یه سری که یه دونه گلدن اپل میشه درست کرد، یعنی دور این طلا میچینید میشه سیب طلایی که توی قسمت‌های آینده به دردمون میخوره. بله فارم اوکی کردیم. الان میخوام یه کاری کنم، یه چیزی که واسه بیسه اولیه خیلی نیازه و اینه که خیلی هم بهش توجه اصلا نمیکنه چون براشون مهم نیست. آقا وقتی که بیس اولیه تو زدی دورش معمولا نور نداره دیگه، شب که میشه همینجا تاریک میشه، ظلمات میشه، ماب اسپام میشه، بکش میشه. تو میای توی خونت فرنس تو باز میکنی، میای لاک به مقدار مشخصی میذاری داخل و میسوزونیش. بعدی میسوزونی بهت زغال بده. بعد اینکه زغال داد همین زغال رو برمیداری میذاری این پایین که هشت دیگر رو بسوزونی. این شاهکارها رو برمیداری دو تاشو میذاری داخل چست بر روز مبادا. این 6 تا دیگر رو میای چیکار میکنی؟ استیش میذاری زیرش میکنیشون تورچ. چرا تورچ؟ الان بهت میگم. نوتیفیکیشن ها چی میگه؟ مهم نیست. خب پنجره نگاه کنیم بیرون تاریک، درسته؟ خب ما مشعل میگیریم بر دست، دهقان فداکاری میریم بیرون دورمون رو پر تورچ میکنیم. یا علی از تو اومدد. تورچ صدای راه رفتن عنکبوت میاد. تورچ یا علی یا ابوالفضل. الان وارزون میشه اینجا. نگاه کن دو چیلی بردم بادم اینا بیافتن دنبالت ولت میکنن، ولی اگه نزدیک بشن میترکن. به ترکن هم اتفاق خوبی نمیفته، یه چاله ایجاد میشه که باید پرش کنی. اگه پرش نکنی طبیعت تو رو نفرین میکنه. اصلا خرافات نیست، ولی به همین سادگی اگه خدا بخواد این باعث چیلی نباشه پس نیست. خب اگر هم هست من نیدم این بالا رو تورچ بذاریم. تورچ هم به فنا رفت ایوان، ولی بیسمون یعنی دور بیسمون روشن شد. وای این تورچه کاری که میکنن اینه که نمیذارن موجودایی مثل این داداش اسکلت استخونیمون اسپام بشن که برن داخل خونمون و این خیلی خوبه. مخصوصا ما که اول بازی هیچ آرموری نداریم، زره مره هیچی نداریم، سپر نداریم، ولی قراره به دست بیاریم که همین الان میریم تو این اسکلتون رو میکشیم، شروع میکنیم به معدن کنی. Let's go. آی دمیج شدی نه؟ اینجا وای تیکمونیش آماده کرد. ما میتونیم. آی یس ترکوندمش، تیرکمون هم بهمون داد. ایول تیرکمون، این تیرکمون برای کشتن اون موجود سبز خیلی اوکیه، خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم که اگه تیرکمون اول بازی دارید ازش استفاده نکنید مگر مواقع نیاز. باز دلخواه خودتونه، میتونید استفاده کنید میتونید استفاده نکنید. خلاصه برای اینکه ویدیو زیاد طولانی نشه من دیگه ویدیو رو به همین شب نازنین به اتمام میرسونم. دوستان حتما ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو دنبال کنید، قراره این سری ادامه بدیم. منتها چیزی که هست اینه که حامی کافی نداریم، یعنی ویدیو اونقدر بازدید نمیخوره، اونقدر لایک نمیگیره، کامنت نمیذارید. بذارید بابا چقدر مگه وقتی داریم برای مرد حسابی. یا این ویدیو یه ذره یه کامنت بذار بگو مثلا اومیکسون عشق منی، اومیکسون خیلی دوست داریم، مثلا ایول عجب
ویدیویی گذاشتی، دمت گرم. حالا ویدیو اوکی نیست، به خودم که حال کردی، بیا برای ویدیوهای من، برای خود من کامنت بذار. دمت گرم، مشتی هستی. چنل یوتیوبمون هم ساب کنید و تا ویدیوی دیگر بدرود.